خیلی مهمه که دقت کنیم چی میخوریم، چی میپوشیم، با کی معاشرت میکنیم. اگر کسی ناراحتتون میکنه باش معاشرت نکنید، ناراحتیاتون کمتر میشه و زندگی سلامتتری خواهید داشت. شما باید برای خودتون ارزش قائل باشید. مثل این میمونه که شما بری رستوران یه غذای بد بذارن جلوتون، میخوام ببینم اون غذای بد رو میخوری؟ نه، پس میدی، بلند میشی میری دیگه، هم اون رستوران پاتون رو نمیذاری. روابط هم همینه. اگر کسی نتونه منو خوشحال بکنه، نتونه اون لذتی که میخوام از لحظاتی که باش هستم ببرم، چه لزومی داره که 2 مرتبه این آدم رو ببینم یا این آدم رو باش معاشرت بکنم؟ در نتیجه کنار اونایی باشین که دوستتون دارن، کنار اونایی باشین که لذت میبرین ازشون چیزی یاد میگیرین.